ما همینجوری میریم به استقبال اسبامون، میشه لشکرکشی میکنیم. همونطور که من در حال آماده کردن ظرف غذای بچه‌ها برای اردی بودم. حالا که مثلا این هاپوی ماشینام زبونش افتاده بود بیرون گرما و البته که برای خودمونم هندونه گرفتم. هوا افتضاح گرم بود و تنها چیزی که میچسبید هندونه بود. ظرف غذای بچه‌هام چیده شد واسه اردی سیسی و سوسو شمال. این نینی خوشگل بلام که میید واقعا چتریش نمکی و گوگل یا ناز. سفارش آب هندونه گیر داشتید حتما بیاید سر بزنید باشگاه ما. بچه‌ها 24 ساعته خدمات دارن ارائه میدن. البته که این دوستمون بسیار تمیز هندونه رو می‌خورد. اصلا جای تعجب داشت از این تمیزی واقعا وجود داشته باشه. از ماشین ظرفشویی باشگاه کمک گرفتیم چون آب باشگاه قطع بود جهت شستن ظرفا. اینجا اصلا ماچی موچیش کردیم خوردیم تمامش کردیم. همونطور که می‌بینید اصلا اسبابمون بهشون خیلی سخت می‌گذره. یعنی اصلا بیگاری زیاد تو عذابن. اینجا دهن اصلا واکم تهش دیدیم راضی کننده بود و در آخر اصلا شستیم. بچه‌مون کثافت گرفت. واسه دیدن کامل این ولک ویدیو